یه آرایش کنیم. اون ایست باشم نمیدونم چه بلندیه بقول این خالم برام فرستاده. من که راضیم، فقط متاسفانه اینی که من با خودم آوردم مال پوستای خشکه و من پوستم چربه. آره دیگه لینکشو میدم بکشید. بیاین زیاد به موهام توجه نکنید. خب اینقدر جوش دادم. این کلمه از اینجا خریدم. بعد نیست اینا که افتاده تو دهنم از اون چشمان. من هیچ وقت قرینه نیستم متاسفانه. همیشه یه ور بیشتر از اون وره و هیچ کارش هم نمیشه کرد. خدا حیب با حال بهتون بگم من میخواستم بیام دفتر خاطراتم با خودم آورده بودم و یادم خیلی هم فکر کنم مثلا سنگین بشه بارم و اینا. بعد دفتر خاطراتم گفتم ولش کن اشکال نداره، حالا بعدا اونجا دفتر خاطرات جدید میخرم و فلان، چون من عادت دارم بنویسم. بعد دفتر خاطراتم کلیدش این توجه نکنیم به پشتم چون واقعا نمیدونم چیکارش کنم. بچه هم میدونی یکم موزلای اینجا چیه؟ اینی که آینه نداره. من تو گوشیم دارم نگاه میکنم با این پنجره این جلوم شبیه آینه است. یعنی یکی از بهترین چیزهایی که خریدم تو عمرم اینه. اینقدر که من دوستش دارم. کاش که رنگای دیگه‌ش هم میخرید. اینقدر من با اینا راحت میکشم برعکس اون مویا اصلا. بعد یه دونه دوستم واسم آورده بود، اون خیلی خوشگل بود، اصلا نمیدونم چی جوری گمش کردن. اون خیلی باحال بود، ستاره داشت. ببین اینقدر خوب بوده. نگین دم دیگر که اینو برای من گرفته بودین. اینم خیلی دوست دارم. اینو برای تولدم نگار گرفت. یه دونه رنگ دیگه هم گرفته بود که اونو فکر کنم با خودم نیاد. تو رو خدا تر نظر نگیر، تو رو خدا. ببین بهتون هم اول گفتم من قرینه نیستم متاسفانه. بیا اینو نگاه. اینو نگاه. ولی فکر کنم قابل مشاهده. برای شاین من دیگه حال ندارم از سایه استفاده، از براش استفاده کنم. با همین انگشتم میزنم خیلی هم بهتر. حالا یکی نیست بهش بگید کجا مگه میخواید بری که اینقدر داره اینجوری. آقا این برای هیچ کس نیست، این واسه خودمه. خودم دوست داشتم بزنم چون من کلن استوری زیاد نمیذارم دیگه، خاطر اینکه همش بدون آرایش هم هستم. از اون برم یه لباسی یه چی اسمش فرم دارم. ببین این فرمه تا ناموسه، یعنی از اینجا گرفته تا اینجا بزرگ. من بیچاره به این لاغری همشون اینجا درشتن. بعد حالا منو باش به این لاغری به این مچ. تو آقا مچ نگاه کن. من خدا رو شکر مشتری خودم تو ایران حداقل هم اندازه خودم بودم پدیکور میخواستم واسه شون انجام بدم. اینجا اینقدر پاگانده
من نفسم میبره تا پا رو درست کنم. بچه ها بعد این ریملم از اینجا خریدم. من اینا رو استفاده میکنم ببینم بد نیست. اگه خوب باشه چون خیلی ارزونه از اینجا خرید کردم. میخرم میفرستم ایران چون خدایی خیلی ارزونه. بعد من ریمیلی که اینقدر پر کنه رو دوست دارم. مثلا همین دوست دارم. نه یه دونه ماسکش هم خریدم. اون ماسک هم خیلی خوب بود ولی خب چند بار حالا استفادهش میکنم ببینم اگه بد نباشه چیز میکنم. اونم بهتون حالا نشون میدم. حتی اینم از اینجا خریدم. بد نیست. این فکر کنم 100,000 تومن هم نشه. فکر کنم نمیدونم چقدر. البته خب اینم بگم کوچولوه ولی من که استفاده کردم ازش خوب. حالا یه چند تا چیزای دیگه سفارش دادم. یه لباس خوشگلی سفارش دادم. متاسفانه اصلا اینجا نمیشه پوشیدش ولی خب حالا همینجوری سفارشش دادم امتحانی ببینم واقعا همون عکسی که هسته، یعنی همون چیزی که تو عکس هست که من میبینم همونو میفرسته یا نه. اگه ببینم خوبه و اینا واقعا استارتشو میزنم. چون اینم از آرایشم خیلی کم کردم آرایش کنم. موهام بلند میشد. الان تو اون پروسه ای هم که نمیدونم چی کارشون کنم. نگاه این اینجوریه. خب من که اینجوری که قطعا نمیرم بیرون ولی همینجوری میرم بیرون. اینو میپوشم چون اینجا هیز. آره دیگه خلاصه حالا کفش من بپوشم. کفش مامانم دزدیدم.